Buongiorno ragazzi. Buongiorno ragazzi. Oggi siamo prendere per tu una video per triennale. Bene. اپلای در مقطع کارشناسی ایتالیا باهاتون صحبت کنیم. از کیانا دعوت کردم که تو این ویدیو کنار ما باشه. خب الان بگی بریم، ما میریم که در واقع ویدیو شروع بشه. بریم. جوری ویدیو کال نیست که بابا، حالا اینجوری هم لازم نیست. برو یه جا بشین قشنگ آماده شو. آفرین. حالا تا اینجا اومدی یه نشون بده دانشگاه و کامرینا و اطراف اینا، شاید استفاده شده ویدیو زیباست. ببینو بچرخون. نه الان حرف نزن بابا، الان فعلا نشون بده، بعدش در واقع میشینی یه جا با هم حرف میزنیم ویدیو رو میگیم. آفرین. چقدر جالب. واقعا بچه‌ها دیگه داریم سنگ تمام میذاریم تو ویدیو، همه جا کوه و ناگ و شیب دارم تا قیل بخوری بری پایین. و خدمت شما شاید این دانشگاه کامرینا هستش، واقعا در ایالت مارکه و بلشون. دیگه خیلی درخواست داشتین، سوال داشتین، الان همه سوالا رو از کیانا میپرسیم. خب کیانا سلام، چطوریه؟ حال احوال پرسی اول بکن. حتما. سلام به همگی، من کیانا هستم، 20 سالمه و دانشجو مقطع کارشناسی در رشته بایوتکنولوژی هستم، دانشگاه کامرینو، و امیدوارم این کلیپ برای شما خیلی آموزنده و مفید باشه. خب کیانا جان، از اول به ما بگو که پروسه اپلای چطور بود، قدم به قدم توضیح بده و بگو کجا برات سخت بود، تا حالا جای خاصی هم بود ما بولدش میکنیم، بیشتر روش تمرکز میکنیم. خب پروسه اپلایمو من شخصا با آیلتس شروع کردم، یعنی نشستم برای آیلتس خوندم، حدود 2.5 ماه وقت گذاشتم واسه آیلتس. استاد داشتم، یعنی کلاس خصوصی 10 جلسه کلاس خصوصی داشتم هر هفته. اینم بگیم این آیلتس چون که خیلی در واقع سد بزرگیه و همه بچه از ما میپرسن این آیلتس رو چیکار کنیم، دیر بندازیم اینا، آخر سفارت از شما میخواد این آیلتس رو، بس بهتر هرچه زودتر شما این آیلتس رو بگیرید و اصلا ازش نترسید. حالا کیانا هم بیشتر توضیح میده. دقیقاً. خب چون این نکته هم گفتی من بگم بچه آیلتس مثل کنکور یا آزمونایی که حالا ما تو ایران میدیم نیستش. آیلتس آزمون کاملا استاندارده که شما اگه حالا اون استرس کاذبی که برات استرس طبیعیه و یک استرس کاذبتون میتونید کنترل کنید، واقعا میتونید از پسش به راحتی در بیاد اگه با دانش کافی برید سر این آزمون، چون آزمونی نیستش که خب از شما رو اذیت کنه. بنابراین آزمون رو باید حتما برید، در حال برای سفارت به یک مدرک زبان احتیاج دارید، پس بهتره همون اول کارشو تموم کنید بذارید کنار. حالا من ویدیوی یوتیوب هم توضیح دادم، این بالا لینکشو میذارم، تبلیغی هم بکنم. آره اونجا 0 تا 100 اپلای، مقایسه کاغذی و کامپیوتر، اینا همه رو توضیح دادم، حتما با اون ویدیو هم یه سر بزنید. مرسی. بعد خب من دیگه میخواستم آزمونای تولکو بدم، چون کلا توی ایتالیا 2 تا دانشگاه بیشتر نیستن که رشته زیست شناسی، زیر شاخه‌های زیست شناسی رو توی مقطع لیسانس به زبان انگلیسی ارائه میکنن. یکیش دانشگاه پادوواه که رشته هیومن بیولوژی و زولوژی رو ارائه میکنه که خب خیلی از خواسته های من دور بودن، و فقط دانشگاه کامرینو اینجا هستش که رشته مولکولی و بایوتکنولوژی رو ارائه میکنه. پس علاقه‌مندان به این رشته ها هم دیگه میدونن چجوری اپلای کنن. حالا یه بگو چجوری بچه‌ها رشته مورد علاقه‌شون و دانشگاهشون رو پیدا کنن. این پروسهش تقریبا مثل پروسه همون مقطع فوق لیسانس و دکترا هستش. بچه‌ها بعد وارد سایت یونیورسیتالی بشن، توی قسمت سرچ پروگرام سرچ کنن، مقطعشون رو بزنن و حتما یه گزینه مخصوصی هم داره، فقط کورسایی که به زبان انگلیسی ارائه میشه رو بزنن، کارشون راحت تر میشه. حالا من جلوتر میگم. احسن. خب پس اینم که جلوتر میگه یونیورسیتالی رو. و در مورد کامرینا هم بگو. اول از هم بگم من کلا ایتالیا رو انتخاب کردم، اولا که مشوق اصلی تو بودی، دوستان ساقی هستن، نمونه کار که پپسی ها داره وا میشه دیگه، اینجا
بعد خب ایتالیا همون دلیلی که تو داشتی و اکثر بچه‌ها که خب میان ایتالیا که بورس داره، هرچند به من تعلق نمیگیره. الان توضیح میده چرا ایتالیا رو انتخاب کرد. یکی این که خب نسبت به جاهای دیگه اروپا ارزونه و مهمترین دلیل اینه که رشته‌هایی به زبان انگلیسی تو دانشگاهش تدریس میشه که این خیلی مهمه. اینا دلایلی بود که ایتالیا رو انتخاب کردم. و در به هر حال دیگه دقیقاً یه کشور اروپایی، کشور خوبیه، فرهنگشون خیلی به ما نزدیکه واقعا. سرکار خیلی جای خوبیه. راضی هستی مثل سعودی؟ بعد فکر نکنید ایران بده، واقعا با کلاس دوستان تو حتما در نظر داشته بیاید اینجا متوجه میشید که از نظر فرهنگی خیلی هم ما خوبیم. خوب هستیم بله، ولی به شرط اینکه دیگه همون دیگه ایرانو ور نداریم بیاریم اینجا. دوستان دیگه غذای ایرانی و نمیدونم همه چی رفیقاشون ایرانی خودشونو منزوی می. آره آزمونای ترکو دادم چون هیومن بیولوژی دانشگاه پادووا آزمون میخواد، ولی خب میگم انتخاب اول من نبود به خاطر اینکه خیلی دور بود از رشته من. در نهایت هم دیگه کارهای پذیرش هم آخر زمستون کردم، زمستون پارسال دیگه، یعنی فرستادم مدارک اپلایم رو. خب در مورد این مدارک اپلایم اگه میشه توضیح بده که چی آپلود کردید؟ آره بچه‌های مقطع کارشناسی مدارکشون باید دیپلم باشه، ریزنمراتشون باشه، ریزنمراتشون باید 5-6 تا ویدیو تایید دادگستری وزارت خارجه هم گذاشتیم. حتما آموزش پرورش شهرشون، آموزش پرورش کلی محبت بخوره روی ریزنمراتشون و همینطور دیپلم. بعد اینکه بچه‌های کارشناسی نکته خیلی مهم، مدرک گواهی کنکور لازم دارن برای اینکه پذیرش بشن. یعنی اکثر دانشگاه‌ها فقط هم نه ایتالیا، من می‌دونم بچه‌ها برای حتی آلمان هم این مدرک رو لازم داشتن. گواهی کنکور باید داشته باشن، رتبهشون مهم نیستش، چندان اهمیت نمیدن، فقط میخوام بدونن که آقا مثلا شما تو کشور خودت هم تلاش کردید به دانشگاه. و خب حالا دیگه مدارک دیگه‌ای که حالا که دانشگاه میخواد باید از خود سایت دانشگاه کامل در بیارن. حالا ممکنه تو جزئیات یکم هر دانشگاهی فرق داشته باشه، ولی کلیاتش همینه به علاوه مدرک زبان. خیلی عالی. خب حالا در مورد آزمون‌های ترک توضیح بده، انواع آزمون‌ها چجوریه دیگه، بچه‌ها دیگه چون اصلی ترین فرق کارشناسی و ارشد اینه دیگه، اینو توضیح بده که ویدیو قشنگ پرمفهوم بشه. حتما فقط بگم آره دیگه بعدش پذیرش هم اومد و کار سفارت و پروسه‌های اداری ویزا شروع شد. در مورد آزمون اگه بخوام بگم، خب بچه‌های ایران و ماها کلا باید آزمون ترک انگلیسی بدیم چون می‌خوایم درس انگلیسی بخونیم دیگه. 3 تا آزمون ترک انگلیسی برگزار میشه که اینا هم آنلاینه، هم میتونن بچه‌ها بیان اینجا آزمون بدن. ولی خب معمولا بچه‌ها آنلاین انجام میدن که خیلی کم هم سر تقلبا سختی شده آنلاین. یعنی هم آنلاین میشه آزمون داد، هم حضوری رفت دانشگاه. و خب مثلا ویزا باید بگیرن دانشگاه، ولی خب مثلا دانشگاهایی که من انتخاب کردم و اینا اینطوری نبود. بازم بچه‌ها بعد از خود همون دانشگاهی که میخوان، چون من تمام دانشگاه رو نمیدونم و تمام رشته‌ها رو، باید این شرایط خاص رو حتما از وبسایت دانشگاه خودشون مربوط به اون رشته مد نظرشون بدونن، بفهمن. یعنی مثلا الان یه دانشگاه اجباری باشه براش مثلا آزمون حضوری برگزار بشه، بعد قبلش ویزا بگیرن. فکر میکنم اینجوری باشه. بچه‌ها کاری که واسه آیمت هم میکنن همینه. حالا بعضیا دیگه میان اینجا فکر کنم ادامه کارشون برای ویزا مثلا دانشجوشون همینجا انجام میدن، بعضیا هم برمیگردن. اینشو من دقیق واسش نمیدونم. خب حالا چون اصلا من حالا چون اسم آیمت هم اومد، یه آیمت هم آره توضیح بده. بعدش توضیح میدم. ترک اول بگم. خب ترک‌ها 3 دستن: ترک آی، ترک ای و ترک اف. ترک آی ترک مهندسیه، ترک ای ترک رشته‌های علوم انسانیه و ترک اف هم ترک داروسازیه. از ترک آی شروع کنم. ترک آی شامل ریاضی، فیزیک، شیمی، منطق و یه سری درک مطلب زبان انگلیسی هستش. ترک ای منطق، ریاضی و درک مطلب هستش. ترک اف هم زیست، شیمی، ریاضی، فیزیک و منطقه. ترک آی بچه‌های مهندسی خب رشته‌های مهندسی باید بدن. البته من خودم ترک آی دادم واسه دانشگاه پادووا، نمیدونم چرا، احتمالاً چون حالا جایگزینش نیست. ترک ای همونطور که گفتم بچه‌های رشته علوم انسانی. این چون که هم میدونم تو ایتالیا علوم انسانی بیشتر فوکوسش روی اقتصاد و رشته‌های تجارتیه. یعنی مثلا
اونایی که مثلا دقیقاً. ریاضی هم منیجمنت اپلای میکنن از طریق من اسامی. حقیقتا نمیدونم علوم مهندسی و کار اینجوری چیه، بیشتر خودم تجربه بودم. بله تجربه. آره مدیر آفرین. هستن دانشگاهی هم هستن که فکر کنم حضور ارائه کنن، بچه‌ها اگه علاقه من بودن بیشتر خودشون درجون بودن می‌فرستن، ولی هستش می‌دونم. و ترکیش هم که برای داروسازی گفتم زیست شیمی فیزیک و من آیمت و آیمت هم چیزی که میدونم کلا برای پزشکی فقط، یعنی کنکور پزشکیشون هستش، سالی 1 بار برگزار، سالی 2 بار در اصل برگزار میشه، 1 بار به زبان ایتالیایی، 1 بار به زبان انگلیسی، که اتفاقا هفته پیش 2-3 هفته پیش هم فکر می‌کنم برگزار شد تو همین حدودات تاریخش، و شامل همون ریاضی فیزیک زیست شیمی هستش که بچه‌ها باید آماده بشن رو آزمون بدن. دوستان 2 هفته پیش، الان ویدیو ما در واقع 10 نوامبر. و خب مثلا چیزی که میدونم شما فکر می‌کنم حد اکثر نمرش اگه اشتباه نکنم 60-70 باشه این آزمون یه حد اکثر نمره‌ای داره و شما حالا هر نمره‌ای که کسب کنید، هر دانشگاهی واسه خودش یه نمره مخصوص داره، حالا بر اساس اون کیفیت و رنگی که دانشگاه توی ایتالیا داره. مثلا یه دانشگاه خیلی خوب، مثلا دانشگاه بولونیا باشه خیلی خوب باشه، خب اون مکسیممش بولونیا هم خیلی قدیمیه، مثلا خب اون رنگش خیلی بالا، فکر کنم مثلا حدود 60 اینا بودش که شما بعد اون حداقل نمره رو کسب کنید توی آزمون، و حالا میاد به همینطور به ترتیب پایین دیگه و شما میتونید وارد دانشگاه بشید. اینم به این صورت. خب حالا راجع به همه چی گفتیم، آزمونم دادی، حالا در مورد ویزا بگو. پروسه بعدی برای کارهای ویزا بودش و دیگه اون هم خودت گفتی قبلا، تکرار مکرر. من راجع به کاکس توضیح دادم، اگه میشه چون الان ویزامتریک شده، راجع به ویزامتریک هم توضیح بده، فرقاشون چیه و اینجور چیزا، چون یه اطلاعاتی میدونم داری در رابطه با ویزامتریک. من که خودم با کاکس ویزامو گرفتم چون من خیلی عجله داشتم، سریع همه کارا رو کردم. هم اول سریع بود. من 2-3 ماه ایران منتظر بودم که ویزام اکتیو بشه. بعد شما وقتی که ثبت میشه، خب خود به خود به سفارت یه نامه‌ای میزنه یونیورسیتی که انگار سازمان آموزش عالی ایتالیا هستش، اسم شما وارد سفارت میشه. بعد شما باید وقت قرار ملاقات بذارید. همونطور که میدونید مراجعین نمیتونن مستقیما به سفارت مراجعه کنن، یه شرکت واسطه‌ای هست که قبلا کاکس بود، تازگی شده ویزامتریک. شما لیست مدارکتون مشخصه، یعنی یه لیستی هست که تمام مدارک مد نظر سفارت اون تو نوشته شده، آماده می‌کنید، ترجمه می‌کنید، به همراه حالا اصل مدارک میبرید براشون و پروسه ویزاتون انجام میشه و زمانی که حالا ویزاتون اومد میرید مدارک و پاسپورتتون رو ازشون پس میگیرید و تشریف میارید ایتالیا. بله به سلامتی. آره از لحاظ اومدن ویزا که آره برای من 17 روز اگه یاد باشه دیگه 20 تا 25 روز میومد. آره منم دقیقاً 20 روزه. ولی موضوع اینه که ویزامتریک متاسفانه هیچ ضابطه‌ای نداره کاراش. مثلا یه سریا 1 ماه طول میکشه، یه سریا 2 ماه و نیم، یه سریا 3 ماه، یه سریا 2-3 هفته‌ای، اصلا هیچ قاعده خاصی نداره. بعد وقتی بودن الان 2 ماه هنوز مدارکو دادن، هنوز ویزاشون نیومده و ریجکتی هم آمارش خیلی بالا رفته. از قاعده تر کاکس مثلا اینجوری بود که از چهارشنبه تا جمعه یه ساعتی تو باز می‌کردن، یه ساعتی که نیمه شب نبود. ولی ویزامتریک اینطوری نیستش، تو باید تو طول هفته کلا حواست باشه، هر ساعتی ممکنه باز بشه. خب خیلی سخته. بعد اینکه دلالا خب خیلی زیاد شدن. بعد یه موضوعی هم که هست، شما امسال اکانت که می‌سازید، حالا چه کاکس که ویزامتریک، اولش 1 میلیون میدید، 1,100,000 میدید و که انگار میخواید واقعا وقت رو بگیرید، حالا اون 1 میلیونه به حسابتون برمیگرده. ولی خب یعنی به عنوان یه ودیعیه که مثلا ما به طور رسمی بتونیم وقت رو بگیریم. مثلا این کار کردن که دست دلالا کمتر و بروده بچه‌ها. ببین دلالا حالا نمیشه گفت دوستان عجله دارن، باید حتما وقت ویزا و سفارت رو بگیرن، میخوان بیان، ولی تا میشه اگه دوستان به این دلالا مراجعه نکنن، خودشون وقت رو بگیرن، خیلی بهتر هستش، چون اینجوری حق خوریه و این دلالا هم کار خاصی نمیکنن، صرفا تجربه بیشتری دارن، سیستم قوی تری دارن، اینترنت قوی تری دارن و میتونن سریعتر وقت رو بگیرن. پس بهتره که ما هیچ وقت
در واقع به این دلالا کارو نسپاریم و خودمون تا میشه انجام بدیم تا وقت به همه برسه. یه موضوع دیگه هم که هستش، ویزامتریک خودش یه سری وقتای VIP داره که فکر میکنم حدود 90 یورو اگه شما اضافه تر بدید میتونید وقتای VIP رو بگیرید، زودتر برید. این کارو خود ویزامتریک هم میکنه. یه پول بازیه دیگه، دلالا بازی. نه اونجا گل و شیرینی میدن خدمتتون. تنها فرق VIP یه اتاق خوشگله با گل و شیرینی. آره همین. من تو تصویر نمیره. یه خانم دیگه هم اضافه شد. حالا یکم راجع به دانشگاه، بورسیه استانی، شهر کامرینو اینا یه توضیح بده ببینیم چی به چیه و دلایلی که بورسیه استانی شامل میشه. من اول از دانشگاهم شروع بکنم، اطلاعاتی در مورد دانشگاه بدم. من دانشگاه کامرینو هستم، توی استان مالته قرار داره، شهر کامرینو. این بچه این شهر کامرینو تو استان مارکه است، جنوب ایمیلیا رومانا، جنوب لومباردی و میلان و شمال روم و اینجور چیزا. حالا من تو نقشه‌ام احتمالاً بهتون نشون بدم قشنگ بدونید کجاست. دقیقاً. اگه ایتالیا رو اون چکمه قرار فرض بکنیم، آره دیگه پاشنه آشیلش یه جورایی میشه گفت دیگه. چی میگن ساحل شرقی و اینجور چیزا و رو کوه هم هست و یه استان خیلی قدیمی هستش این استان. دانشگاه من 700 سالشه حدوداً. آره شهرم حدوداً 2600 سالشه خود همین شهر. یه شهر دانشجوییه ولی الان چون سال 2016 زلزله اومده خوشبختانه آمار تلفاتی نداشتن، ولی خب مرکز شهر که خیلی تاریخیه خالی از سکنه. آره این در واقع رو گسل هم واقع شد. حالا ایتالیا زیاد زلزله خیز نیست نسبت به کشور خودمون، ولی خب 6 ریشتر اینا زلزله میاد اون جایی که کوه هست. ولی خب چون این استان هم واقع در گسل و کوه‌ها اینجور چیزا هست، خرابی خاصی نداشته، میگم اصلا تلفات نداشته خوشبختانه، ولی چون خیلی قدیمیه ترجیح دادن که خالی از سکنه بشه. این بچه‌ها ما داریم اطلاعات زلزله خیزی مناطق ایتالیا هم بهتون میدیم دیگه. کامل‌تر از این ویدیو چی میخواد؟ خب برای همین شهر اینجا بیشتر دانشجو، یعنی تو خیابون دانشجو می‌بینی و دانشجوها خیلی اینجا واقعا شهر اینترنشنالیه. مشکل زبان انگلیسی اونقدر که مثلا بچه‌ها میترسونن همه رو قبل اینکه بیایم، اصلا اونجوری نیست که فکر کنیم وای الان اینجا بیاید دیگه ارتباطتون کلا قطع میشه. بچه‌ها با زبان بلدن به هر حال. آره دیگه مثل جوان ایرانی ما دیگه، اونا هم انگلیسی اگه بلد باشن صحبت میکنن، اونجوری نیست. و خب حالا پیراشون هم حتی. بعد دانشگاهم رنک جهانی 600 هستش. توی ایتالیا بهترین دانشگاه کوچیک محسوب میشه و توی کارشناسی فقط رشته بایوساینس و بایوتکنولوژی رو به زبان انگلیسی ارائه میکنه، ولی تو رشته‌های ارشد و همینطور دکترا خب بقیه رشته ها هم به زبان انگلیسی داره. به طور کلی دانشگاه علوم پایه محسوب میشه، چون علوم دقیقاً پای علوم اصلی رو اینجا بیشتر فوکوس دارن روش. فیزیکش بهترین فیزیک توی ایتالیاست، یعنی هم رنک فیزیکش 69 باشه، 60 باشه که بچه‌های مقطع ارشد میتونن خب این انتخاب برای این دانشگاه داشته باشن. این از دانشگاه و حالا برسیم به مرحله بورس. DSG شامل حال بچه کارشناسی هم میشه به طور کلی تو ایتالیا، ولی استان من متاسفانه مشکل بورس داره. من خودم برنده بورسیه DSG شدم، ولی خب مدارکم هم آماده کردم، ولی خب استان من به شدت سخت گیره سر مدارک. به راحتی مدارک رو قبول نمی‌کنه. یکی این که میخواد مدارک تایید و تصدیق بشه توسط سفارت ایتالیا تو کشور مقصد دانشجو، که اول از همه بعد بگم مبدأ دانشجو که اصلا سفارت، حالا سفارت ایتالیا تو ایران اصلا بچه سال اول و مدارکشون رو تایید و تصدیق نمی‌کنه. استدلالش هم اینه که شما اومدی به من گفتی من 6-7 هزار تا تمکن دارم، مشکل ندارم، میخوام برم، پول دارم، اوکی. الان برای بورس دقیقاً کاری که ما میکنیم با مسخره میکردیم دیگه. اول میگفتیم که ما نیاز داریم بورسیوس، مگر اینکه کارت پرمسود اومده باشه که خب طول میکشه کارت پرمسود هم بیاد و به ددلاین‌ها شاید نرسید. اقرارنامه قبول نداره. بعد حتما تمام اعضای خانواده تکلیفشون مشخص بشه که زیر 18 سالن نیستن، کار دارن، بیکارن. یعنی اگه مثلا شما عضو بیکارداری بعد از سازمان کار رفاه، وزارت کار و رفاه گواهی عدم اشتغال بگیرید و دقیقاً بعد شرایط خونه‌تون مشخص بشه که من رفتم از دوباره سازمان املاک یه گواهی گرفتم که خونه‌ای به اسم من و حالا مثلا خانواده‌ام هست یا نیست. و مثلا یعنی خیلی دقیق از شما میخوان که شما
تمام خونه‌هاتو بگی که چی از چی نیست. چون مثلا برای میلان ما صرفا یه دونه سند خونه میذاشتیم، مهم نبود چه خونه‌ای هم باشه. و بعد خب حالا سرپرست خانواده یه اقرارنامه میداد که مثلا این خونه رو ما داریم، مثلا این خونه رو ما داریم، که میگم این اعضای خانواده است و مثلا من سرپرستشونم. و خب یه دونه فیش حقوقی بود دیگه چیز دیگه نبود. ولی این استناد میخواد که شما هیچ املاک دیگه ای نداشته باشید. و خب این خیلی سخت‌تره نسبت استانی که من هستم توش، استان لومباردی. و خب خیلی میگم گیرای الکی میدن اینا، مثلا برای 2 سال قبل حالا هر تاریخی که شما بیان و مدارک میخوان، و مثلا این سازمان املاک ایران در حال حاضر استعلام در حال حاضر رو میده. ولی اینا میگن مثلا این چرا در حال حاضر؟ یعنی باید از 2 سال قبل نگاه کنه شما چه املاکی داشتی نداشتی، فیش حقوقیت اینا خیلی و فیش حقوقی و حالا این چیزا که خب مشترک هستش. برای همین سختگیری متاسفانه من نتونستم تا حالا برای بورسی هم کاری بکنم. ولی حالا برای سال بعد میتونین کارو بکنین، امیدوارم. ولی خب در عوض یه نکته که این استان به شدت استان ارزونیه بچه‌ها. خیلی همه چی مفته دیگه، بالای کوه زندگی میکنن. و اگه میخوای در مورد هزینه‌هاش یکم صحبت بکنیم، خب آره هزینه‌هاشو تو بگو که من بعدش با چیز مقایسه کنم. هزینه گفتم اینجا خیلی کمه. اگه مثلا از ایران مجهز بیاید مثل من که 85 کیلو بار با خودم رو بردم، 85 کیلو ماشاءالله. و اینجا دیگه خرج خاصی ندارید، فقط یه پول جا باید بدید. حالا هزینه اولیه که خب تقریبا دور بر مثلا 600 700 تا 1000 تا هزینه کار اداریتون اولش که هیچی دیگه، فقط ماهیانه بعد پول جا بدید و خورد و خوراک. حالا اگه مثلا تفریح و چیز خاصی داشتید که اینکه واقعا برمیگرده به لایف استایل خودتون. ولی دیگه در حداقل الان آره کلی بگو چقدر میشه. در حداقل ترین شرایط ممکن دیگه شما 400 تا میتونید اینجا یعنی خوب خرج بکنید که خوب خرج کردن این منظورت اینه که بهینه دیگه دانشجویی. نه 400 تا در حالتی که خیلی صرفه جویی کنی. آره دیگه آفرین. خوب و معقول بخوای خرج بکنی. چون که اگه بخوای زیاد خرج کنی که شامل جای خواب و خورد و خوراک میشه. جای خواب، من جایی که الان هستم یه خوابگاهیه، یه اتاق 3 نفره خیلی بزرگ، واقعا یه سویته مثلا خیلی خوبه. آره یه سویت 50 متری که 3 تا تخت داره و میز تحریم. 150 متر که خیلیه، خیلی بزرگه. یعنی مثلا در حد حال پذیرایی. فکر نکنید یه اتاق کوچیکه مثلا سربازخونه 3 تا تخت کنار هم باشه. اونجوری نیست. 50 متر این حدوداست که 3 تا تخت داره و ماهیانه 240 تا من میدم بابت اون. و خورد و خوراک هم من شخصا ترجیح میدم خوب بخورم. 120 تا خرج میشه. تغذیه مناسب. آره تغذیه مناسبی داشته باشم. آره چون دوست ندارم مریض شم. راستش هزینه‌های دارو درمان و اینا دیگه خیلی پروسه سخت و گرون داره. بنابراین اگه میاد حواستون به سلامتیتون باشه حتما. حالا دارو مارو اینام داروهای اولیه رو حتما از ایران بیارید اینجا یکم شدیدتر باشه. همین دیگه. حالا من بخوام مقایسه کنم این هزینه ها رو با میلان، مثلا شما اجاره خونتون، تازه ما خونه‌ای که گرفتیم خیلی جای خوبی هستش و مثلا من ارزون گرفتم دانشجویی یا نزدیک دانشگاه اینجور چیزا، ما با قبوز داریم 400 تا نفری میدیم. یعنی فقط اجاره خونه ما به اندازه کل هزینه‌هامون است. و بعدش مثلا ما دیگه 150 تا 250 بستگی داره چقدر بخوری، مثلا چقدر خرید کنی، بیای خونه آشپزی کنی یا بری رستوران، هزینه خورد و خوراک دیگه، بقیه‌اش هم هزینه لباس و کارهای اداری و اون اوایل پرمیسوی بگیری و بیمه بگیری و اینا. حدوداً ماهی 700 800 تا شما خرج تو میلان میشه. یعنی اگه بخوای مقایسه کنی با استان مارکت تقریبا 2 برابر هستش. پس اینا رو حتما باید مد نظر داشته باشه. حالا البته ما بورسو که داریم، شهریه‌مون رو میده، هزینه ها رو هم دیگه تقریبا سالی 7000 تا میده. و اگه مثلا شما بهتون خوابگاه تعلق بگیره این هزینه بورستون نصف میشه و همین دیگه. و من یه توضیح در مورد دانشگاه بدم. حالا اینم بچه‌ها میتونن به عنوان دانشگاه تو خیلی دوست داری انگاره. در مورد دانشگاه خب شاید اینا پوینت های مثبت محسوب بشه، بچه‌ها بتونن بهتر تصمیم بگیرن. میگم چون رشته‌های تجربی در واقع زیر شاخه‌های زیست شناسی تو ایتالیا محدوده، خب میتونه یه انتخابی چانس باشه واسه بچه‌ها. شانس فارسی کله که شانس باشه بچه‌ها.
و بچه دانشگاهی که من هستم خیلی خوب اراسموس بورس اراسموس رو ساپورت میکنه. این اراسموس هم بس کلی توضیح بده، حالا احتمالاً ویدیو جدا بسازیم، ولی اینم توضیح بده. اراسموس حالا من توضیح کلی میدم، بعدا خودت یه ویدیو خوب بساز واسه. از الان انداختیم تو تنور، آماده است که پخته شه. اراسموس یه دوستان آزمون یه بورسیه‌ایه که در اصل اتحادیه اروپا داره و کشورهای اتحادیه اروپا به هم دانشجو ترانسفر میکنن و خب باید شما همون رشته همون مقطع رو ببینید مثلا چه دانشگاه دیگه تو اروپا ارائه میکنه و مثلا میتونی بری همونجا بخونی. یه توضیح هم راجع به این اراسموس بدم، نسبت به کشورهای مختلف به شما هزینه‌های مختلفی میدن. مثلا شمال اروپا که در واقع کشورهای اسکاندیناوی هستن گرونترن، مثلا ماهانه 800 یورو میدن، کشورهای دیگه 700 یورو و کشورهای که کم خرج‌ترن مثل شرق اروپا 600 یورو ماهانه میدن. و اینکه برای اراسموس که یه ترم هستش شما 5 ماه این حقوق دریافت میکنید، برای دبل دیگری که 2 ترم حداقل طول میکشه یا 10 ماه شما 10 ماه این حقوق میدن. دقیقاً. و شما میرید اونجا ماهیانه بهتون حالا بستگی به کشوری که هستی، چون کشورها طبقه بندی میشن، کشورهای گرون و متوسط و حالا ارزون، بهتون یه مبلغی رو ماهانه میدن تو پیدا کردن جا، حالا یا براتون جا در نظر میاد یا کمکتون میکنن جا پیدا کنید. خلاصه خیلی چیز خوبیه، بچه‌ها همه سعی کنن بگیرنش. این اراسموس هم در واقع یه فرصت دانشجویی ترانسفر دانشجوست دیگه. مثلا شما تو این ایتالیا دارید درس میکنید یه ترمو، شما مهمان یه دانشگاه دیگه ای میشید، مثلا تو فرانسه، آلمان، هر جا که قبول شدید، و از اون دانشگاه هم تبادل میشه با دانشگاه شما دانشجوها. و خب شما میرید کشور جدید، یه فرصت آشنایی بیشتر با اون منطقه، با فرصت‌های شغلی و اینکه خب یه تجربه خوبیه دیگه. و حقوقی هم که میدن بیشتر از بورس استانی هستش، برای همین اکثرا ثبت نام میکنن. ولی خب برای دانشگاه ما خیلی ظرفیت‌ها محدود هستش. مثلا دانشگاه کیانا اینا گویا همینطوری همه رو میفرستن اراسموس. این البته برای دانشگاه میلانه ها و هر دانشگاه فرق میکنه. مثلا دانشگاه من حتی کشور بریتانیا کبیر هم ساپورت میکنه. آها، این بریتانیا کبیر که میگه کلا خارج از شنگن هم یه چیز دیگه هست که اسمش فکر کنم بایلتراله. مثلا بچه‌ها آمریکا، چین، استرالیا، برزیل همه جا میتونن برن و شبیه اراسموس، ولی خب یه ورژن جهانیش هستش. خب حالا از اول بگو که کلا کجای این مسیر برات سخت بود؟ سختی کشیدی تو این مسیر اپلای؟ 2 جاش. یکی وقت گرفتن که من 4-5 روز اصلا نخوابیدم. موقعا میخوابی کشی وقت سفارت خیلی سخت بود. ما کشیک میدادیم هی تا وقت سفر با میشد میپریدیم روش، واقعا استرس زیادی داشت. نت خوب میخواست، ما چند نفر اجیر کرده بودیم که وقت بگیرم. و من نقصی خوردم متاسفانه و سر نقصی هم خیلی استرس کشیدم. گفتم آیا الان منو ریجکت میکنم. نقصی گفتن تمکنت کرده، این در حالی که مثلا خیلی کمتر از منم ویزا شده بودن. این وقتی بهت زنگ زدن گفتن که مثلا این نقصی تو بردار کن، یعنی میخوان ویزا رو بهت بدن، یعنی اگه میخواستن ریجکت کنن کلا اصلا بهت زنگ نمیزدن. برای همین اصلا جای نگرانی نیست دوستان اگه از سفارت بهتون زنگ بزنن. که خوشبختانه اونم حل شد و همین 2 قسمتش. خیلی عالی. و کشیدن 85 کیلو بار بنده خدا دستنها دختر مردم تو شهر غریب. تقصیر شرکت ویزامتریک بود که ویزاهای من قرار بود با دوستم یا مثلا با هم گرفته بودیم، انقدر که ویزا به پس ویزاش نیومد، دست من مجبور شد بیاد اینجا. خب حالا درباره حس و حال شروع کارشناسی تو ایتالیا بگو. نمیدونم همکلاسیات دیگه، دانشگاه، اینجور چیزای دیگه. ببین راضی هستی نیستی، چجوره بعد از این 2 ماه تجربت چطوره؟ و حالا بگو که تو ایران هم تو کنکور دادی یا یعنی پلن بی داشتی یا نه همینطوری از اول می‌خواستی؟ آره من کارشناسی اصلا ایران نرفتم، با اینکه کنکور دادم واقعا برنامه نداشتم اصلا ایران بمونم، چون رشته تحقیقاتی می‌خواستم. اصلا ساپورت نمیشه توی ایران تحقیقات و توصیه میکنم بچه‌ای که خصوصا تو رشته زیست شناسی حالا میخوان وارد بشن تحقیقات انجام بدن حتما بیان. خوبی دانشگاه من اینه که کلا اولا اینو بگم حتما لیسانس بریتانیا کلا 3 ساله و سال سوم من کلا تو آزمایشگاهم روی تزم کار میکنم و این خیلی خوبه، چون توی ایران حالا برخلاف چیزی که ارشد گفت تو حوزه ما بیشتر اتفاقا روی تئوری و حالا علم تمرکز میکنن
ولی موضوع اینه که توی زمینه زیست شناسی فن هم خیلی مهمه و تکنیک هم باید بلد باشن بچه‌ها که مثلا خب تو مقطع لیسانس میدونم خیلی بچه‌ها کار آزمایشگاهی انجام نمیدن تو ایران، ولی اینجا خب خیلی کار آزمایشگاهی هم ما داریم. از همین سال اول وارد لب میشیم و داریم کار آزمایشگاهی، میگم سال سومم که کلا رو تزمون کار میکنیم. خوبه که اونجا در واقع عملی شما کار میکنین و دقیقاً تزم تو کارشناسی دارین، یعنی با تحقیقات هم آشنا میشین؟ نه باید تز حتما بدین خیلی. و آره مثلا بچه‌ها معمولا دقیقاً چون رشته تحقیقاتیه دیگه بایوتکنولوژی. و اینکه دانشگاه هم دانشگاه خوبیه، واقعا خوشحالم که اومدم این دانشگاه. شاید حالا رنگ خیلی بالایی نداشته باشه ولی خب همین که روی اصول همه چیز پیش میره و آدم حداقل از نظر روانی استیبل و آرومه. حالا اشیا قطعا روشایی که اینجا تدریس میکنن که سیستم آموزشیشو براتون توضیح میده، میبینید خیلی آدم توش راحته. خب این خیلی خوبه. یعنی تمام منابع هست دیگه در دسترس شما. دقیقا. صرفا شما مثلا باید دیگه بیشتر وقت بذارید و بخونید و دقیقا. جو کلاس ما خب واقعا خیلی خوبه. عموم بچه‌ها ایتالیایی هستن ولی خب مثلا قسمت اینترنشنال میتونم بگم از همه جای دنیا هستن و جو خیلی خوبی داره و کلا خیلی خوشحالم که شخصا اومدم. شاید حالا بچه‌ها از کارشناسی بخوام بیان سخت‌تر باشه چون حالا سنشون کمتره، تجربهشون کمتره، ولی به نظرم این ریسک رو بکنید اگه در خودتون میبینید که میدونم میتونید از پسش برگردید، اصلا کار سختی نیست. اول سخته دیگه شما شروع کنید بیایید اینجا، اون اول یه ذهنتون یه چیز بزرگیه ولی خب بیایید اینجا دیگه راحت سخت ترین و احساسی ترین قسمت حالا فکر کنم همه همینطوری باشه فقط شب فرودگاه. شب فرودگاه هم که من اصلا رد شدم. مام بابا ما ملکی پاسپورت نشون دادن، اینا گفتن شما که مسافر نیستی، گفتم برای چی نشون دادی اینا دیگه. خلاصه اون سربازه نذاشت بیام تو بای بای کردم گفتم خداحافظ اومدم. نه برای من سخت بودش ولی خب میگم دیگه اونجا رد چی سوار هواپیماشی برسید اونجا یه باری از دوشت کلا خالی میشه. حالا یکم بگم مزیت‌ها و چیزایی که اینجا تجربه کردید این 2 ماه. میتونم بگم من شخصا خیلی آرامش برام مهمه توی زندگی. میتونم بگم واقعا جا آدم آرومه، ذهنش آرومه. شاید مثلا برای همه ماها که میایم از نظر مالی خب خیلی فکر کنیم وای الان مثلا حالا پولمون ته میکشه نمیدونم این دغدغه هست دغدغه مالی برای ایرانی‌ها متاسفانه، ولی باز هم همون اینجوری نیستش که اذیتت بکنه. میدونی یه چاره‌ای به هر حال اینجا واسش پیدا میکنه. چون آره کارم در واقع همونطور که کیان اشاره کرد هستش، این تبلیغات منفی که نیست و اینا کلا اونطور نیست ولی خب یکم سخت‌تر پیدا میشه. شاید اولش مرتبط با رشته‌ت و در واقع اون چیزی که تخصص داری نباشه و اینکه خب درآمدها مقایسه کنی طبیعتا خب پایین‌تر از کشور شمال اروپا است و چون اونها خرجشون هم بیشتره و خب اقتصاد بهتری هم دارن اینجا درآمدها یکم پایین‌تر است. دقیقاً خوب شد گفتی. من 2 تا مورد رو بگم. یکی در مورد کار دوستان، واقعا نمیدونم حالا چرا بچه‌ای که میان اینجا میخوان بترسونن. من اصلا این موضوع رو دوست ندارم چون شاید همون ترس من خیلی دیدم سر همین بورسیه استان من انقدر بچه‌ها ایرانیایی که اینجا بودن قبلا بچه‌های دیگر رو ترسیدن که خیلی اصلا از اومدن به این دانشگاه منصرف شدن، اقدام نکردن واسش. خواهش میکنم ترس نندازید الکی. واقعیت‌ها رو آدم باید بگه ولی ترس نباید بندازه تو دل بقیه چون تو داری با این کار با آینده و زندگی اون طرف یه جوری بازی میکنی. اولا که خب واقعا کار اگر کسی واقعا دنبال کار باشه و بخواد قطعا میتونه پیدا کنه. تو ایران هم ما همینجوری وضعیت ایتالیا که از ایران بدتر نیسته. دقیقاً بله بخوایم مقایسه کنیم که دیگه اینجا بهتر از اون چیز بله. آره ولی خب مقایسه میشه با کشورهای دیگه خب نسبت به اونا خب یکم پایین‌تر هستش کشورهایی خب طبیعیه. آلمان جزو کشورهای برتر جهانه خب ولی ایتالیا اینجوری نیست ولی باز و خب هزینه هم اینجا بالاتره. آفرین. مخارج هم کمتره دیگه بخوای حساب بکنی. و اینکه خب یکی هم در مورد زبان انگلیسی و زبان ایتالیایی من بگم. اینجا خب قبل اینکه من میگم با اینجا هیچکی اصلا زبان انگلیسی بلد نیست و نمیدونم اینا صرفا اینجوری هم نیست دوستان که فکر کنید وای بیاد اینجا گفتم با ارتباطتون قطع میشه. بچه‌ها بلدن، حتی
کسی که سطحشون بالاترم در حد بیسیک واقعا بلدم، ولی خب بهتر اینه که بهتر اینه که میاید خب با یه پیش زمینه ایتالیایی بیاید. برای شما دارید میاید اینجا، دارید از امکانات این کشور استفاده میکنید، خب چه بهتر که زبانشون هم یاد بگیرید. اصلا من خودم علاقه دارم مثلا یه زبان جدیدم یاد بگیرم. من با این دولینگو اینا یاد میگیرم و واقعا خوبه، واقعا شیرینه. حالا دانشگاه ما خودش یک کلاس زبان رایگان هم میذاره، زبان ایتالیایی، و خب یه آزمونی هم میگیره که در سطح A1 بلد باشین براتون کافیه. ولی خب حالا نمیدونم همه دانشگاه اجباری هست یا نه، و خب خیلی خوبه به شما در واقع این فرصت رو میدن که شما زبان کشورشون هم یاد بگیرید و در حد کار راه بندازی بلد باشید. و خب خیلی جاها خب درسته که انگلیسی هم بلدن، ولی بهتره خب ایتالیایی بلد باشید، مثل جای اداری و رسمی و پلیس رو بخواید مثلا بگیرید دیگه، چیزای اولیه رو بلد باشید. حالا مثلا ایتالیایی‌ها باز نسبت به بقیه کشورها خیلی حتی که بلد نباشن هم دوست دارن انگلیسی حرف بزنن هر چقدر که بلدن. ولی مثلا شما فرانسه بری، آلمان بری، اینا اصلا با انگلیسی حرف نمیزنن. حتی که بلد هم باشه میگه اومدی اینجا فرانسوی صحبت کن، چرا داری انگلیسی با ما صحبت می‌کنی مثلا. حالا من تو این 1 سال خورده‌ای که اومدم و حالا کیانا تو این 2 ماهی که اومده، بله ما نسبتاً تجربه خوبی داشتیم. ما ریسیستی چیزی ندیدیم. حالا دیگه نکته دیگه ای نیست. نه راستش دیگه فکر کنم همه صحبت ها رو گفتیم. حالا باز اگه سوالی بود بچه ها تو کامنت ها میتونم بپرسن. آره بچه حتما تو کامنت ها بنویسید. من اگه بلد باشم حتما جواب سوالتون رو زنگوله کنید. یه نمونه کار دارید کنید که قشنگی نیست. زنگوله رو بزنید تا اگه ویدیو جدیدی گذاشتم از دست ندید، نوتیفش براتون. یه نکته بگم بچه‌ها، اولی که میاد اینجا از بس زبان‌های مختلف قرار صحبت کنید، این اتفاقا پیش میاد یا طبیعیه، کاملا طبیعیه. آره من خودم ترکی با ترکا حرف میزنم، انگلیسی، ایتالیایی با دوستای ایتالیایی، فارسی کارکنه یا همه چی من قاطی میشه. ممکنه یه وقتی یه جمله رو بگی توش 50 تا زبان استفاده کرده باشی. اگه بلد باشم حتما جواب سوالتون میدم. اگه بلدم نبودم از کیانا میپرسم. حالا دیگه بقیه تبلیغاتم بگو. میبینید چی در اومده دیگه. زنگوله رو بزنید، سابسکرایب کنید، نمونه کار رو ببینید. موفق باشید همگی. arrivederci. خب بچه ما حتی فروشگاه یورو اسپین واقعا در شهر کامرینا هم داریم به شما نشون میدیم. قیمت ها دیگه مثلا اینجا داریم میبینیم قیمت آجیل میوه اینا. اصلا ویدیو کامل اینطور رفته تو فروشگاه گفتیم حالا یه قیمت. خب میخواین اصلا بذار تو همون اینو بگیر بزن تو کدوم. آره دیگه قرار باشه تو ویدیو. و این که خدمت شما ارشد خیلی سریع فقط خانم کیانا دارن رد میشن از تمامی قیمت ها. دیگه سعی کنید استفاده رو ببرید دیگه. اینا واسه گشاداره. بله ایشون یکم بیادب هم هستن. حالا تو ویدیو بیشتر باشه نشون. اینم میگه سبزیجات دیگه است. چقدر سبزیجات امروز آف خورده. موز نمیخواد. موز برای ما ارزون تره. 98 سنت ما کیلویی از اسلونگا میگیریم. البته شاید جنس موزمون هم فرق داره. و خب خیلی عالی دوستان با فروشگاه ها هم داری داشته میشید. این قسمت مورد علاقه ایرانی‌ها. نه این عرق و لغزرق ما اصلا این کاره نیستیم. ما نخورده میرسیم. بله با اشیا بیا از این 3 یورو بخر برام. میخرم یکیشو. دوستان ایشون 20 سالش هسته، رفته در ایتالیا درس بخونه و داره عروسک بالبی میخره الان. اشیا میخری برام؟ 12 یورو پول عروسک میده. واقعا زشته که آبرومونو بردی. اشیا آره دوستان من دیگه حرفی ندارم. قضاوت با شما. میخری برام؟ لگو باز یه چیزی از این لگو مثلا مثبت 18 بگیری خوشگل باشه. نه از اینا من نمیگم. اگه لگو باشه خوبه ولی خب اینم لگو. نه خب این لگو بچگانه است مثبت 4. من مثبت 18 منظورم بود. میخوام اشیا